اخیراً تبلیغاتش رو میدیدم، شامپو اومده، شامپوی روغن هسته انار. یعنی خود فرشته ها زمان خلقت انار نمیدونستن روغن داره هستش، اینو ازش شامپو درست کردن. حالا تبلیغاتش چجوریه؟ خیلی جالب. یه خانومی با مقنعه اومده نشسته جلو دوربین، میگه که از وقتی از این شامپو استفاده میکنم موهای خیلی پرپشت و قوی دارم. خب یعنی آدم از روی معصومیت نگاهت و بفهمی این شامپو به موهای تو ساخته که من بخوام اعتماد کنم اینو بخرم. چی بگه آدم من نمیدونم. در خصوص شهره موضوع فرق میکنه، شاید به خاطر نوع آرایششه که ما نمیتونیم تشخیص بدیم این 70 سالش شبیه 20 ساله ها دیده میشه و اون باز برمیگرده به فرهنگ استفاده ما از لوازم آرایشی. شما نگاه میکنی در اروپا دختره میاد بیرون با یه ذره آرایش، در ایران آرایش میاد بیرون یه ذره دخترم وسطاش، اگه بتونی پیدا کنی واقعا چقدر فرقشه. عجیبن غریب که بعضی از این دخترها دیگه رژ لب نمیزنن، رژ لب و هومه میزنن، میره تا زیر سوراخ‌های دماغشون. منتهای مراتب من از همون ابتدا به این آمریکایی های نامرد اعتماد نداشتم. دیدید که بعد از پیشنویس برداشتن رونی کلمنشون واسه ما فرستادن ایران. اون چه به درد ما میخوره؟ یه سیاه‌پوست عضلانی غولاسا، یه گولاخ غول بیابونی. حداقل توقع ما جنیفری چیزی بود اونا میفرستادن، برداشتن اونو فرستادن.